بسم الله الرحمن الرحیم. در سوگ شهرام‌ها. دژخیمان پلید که به بیماری لاعلاج قساوت و آتش خون مبتلایند، دوباره شهرام‌ها را به دار کشیدند. ده‌ها رعنا و بالا بلند این دیار در تاریکی شبی سیاه که همچون عاقبت آن دیو و ددان بود، به پای چوبه دار رفتند. جرمشان دفاع از دین الله و ناموس پیامبرشان و صحابه و اهل بیت آن نبی رحمت بود. مرامشان فتوت و رادمردی و استقامت در راه دین خدا. طریقشان صراط مستقیم، همان راهی که خدا و رسولش نشانشان داده بودند. به والله قسم که این شیطان صفتان صفوی صم بکم عمیان گشتند و به تعبیر الله علیم فهم لا یفقهون فهم لا یعقلونند. گویی در این جهان حقیقی زندگی نمی کنند و تاریخ گذشتگان و حتی تاریخ پر از نکبت خودشان هم نتوانسته آنان را از کری و کوری و گنگی نجات داده و به مرحله ناچیز از تعقل برساند. به والله قسم اینان اگر عاقل و خردمند بودند، با نگاه به تجربیات سالهای اخیرشان در می یافتند که موج اعدامها و فشار اختناقشان هرگز سبب خاموشی چراغ هدایتی که الله متعال افروخته نمی گردد. دهانهایشان را رو به آسمان میخ کردند و مدام در کاری عبث و احمقانه مشغول شده. گویی خورشید را میخواهند با دمیدن خاموش کنند. شهرام احمدی و همه شهرام هایی که این بار اعدام نمودید در کاروان یکتاپرستان همچون ذراتی از انوار بیشمار خورشید حقیقت بودند. حال بگویید، آیا با شهید ساختن آن ذرات منور شما توانستید خورشید توحید را خاموش کنید؟ به راستی اگر اینگونه می بود، امروز شما پس از 37 سال کشتار دیگر نیازی به تکرار نداشتید. هر بار که سر شهرام و بهرامی بردار رفت، به برکت خون پاکشان هزاران شهرام دیگر پای به عرصه مبارزه با شما ددان رعب و شرک و وحشت گذاشتند، در حالی که شما سفاکان خونخوار شبانه در کمین جوانان برومند مسلمان هستید و هر از گاهی طعمه‌ای به خیال خام خود می‌ربایید. اراده الله جل جلاله، همان هادی مطلق و قادر متعال، بر آن استوار شده که در روز روشن هزاران هزار بهرام و شهرام دیگر پدید آورد. به والله قسم از عهد نیاکان پلیدتان، یعنی دوران صفویه تا امروز، در هیچ دوره‌ای به اندازه این زمانه روشنگری و هدایت در میان ایرانیان اتفاق نیفتاده است. شما در بیدار کردن عقل‌های طلسم شده این مردم بی‌نظیر عمل نمودید. مرحبا. در مقابل هر اهل سنتی که بردار می‌کشید، به لطف الله علیم هزاران شیعه از بند اسارتتان نجات می‌یابند. هر شهرامی که سرش بالای دار شهادت می‌رود، هزاران شهرام برومند دیگر برمیخیزند. هرچه اهل سنت را محصورتر کردید، شیعیان کنجکاوتر شدند تا از عقاید برادران در حصرشان آگاهی بیشتری بیابند. هرچه عالمان و مبلغان فرهیخته آنان را به خاک و خون کشیدید، عالمانی راسختر از ایشان به اذن الله پای در عرصه جهاد با بدعتها و شرکیات شما گذاردند. امروز با اطمینان خاطر این نوید را به امت مسلمان جهان و این پیام دردناک را به شما جلادان می دهیم. پس خوب آن را بشنوید. الا ای مسلمین، به فضل الله و رشادت برادران اهل سنت ایران، اگر اینان بتوانند همه اهل سنت ایران را در یک شب به شهادت برسانند و نابودشان کنند، جمعیت محتدین ایرانی که از بهترین و عالمترین فرزندان این خاک به حساب می آیند، قادرند با توکل بر ذات جلیل الله پرچمدار هدایت این کاروان بزرگ باشند.
در حالی که تا همین 20 سال پیش جمعیت هدایت یافتگان ایران شاید به اندازه انگشتان دو دستمان نبود، در آن روزگاری که همه سهم ما از علم الهی در وجود اساتید و عالمان پارسا همچون آیت الله سید ابوالفضل برقعی رحم الله علیه و اساتید بزرگواری همچون سید مصطفی طباطبایی، حیدر علی قلمداران و دکتر مظفریان خلاصه می گشت، خداوند رحمان نگذاشت تا شیاطین این چراغ فروزنده را خاموش کنند. حال آنکه امروز می توانیم به جرأت قسم یاد کنیم که در هر روستای دور افتاده و کوچکی می توان هدایتگر موحدی یافت. یا الله، تو را به تعداد نفسهای جمیع شهیدان راحت شکر گذاریم که به شب پرستان مشرک اجازه ندادی تا دیار یکتاپرستان کهن ایران عزیزمان را تحت سیطره خیش درآورند. ما را به شهادت میرسانید در حالی که گمان دارید ترک کردن این دنیای فانی و پست همانقدر که برای شما سخت است برای ما نیز این چنین است. حاشا و کلا، به خدای احد و بیشریک سوگند که برای هر دعوتگر موحدی توفیق شهادت کسب کردن همچون دریافت کارنامه قبولی سعیشان می باشد. اهل حق را به منتهای آمالهایشان میرسانید و با خود میپندارید که آنان را به اشد مجازات محکومشان نمودید. شما بیخردان مفلس را چه به درک این برکات و فیوزات عظیم؟ وعده دیدار ما و شما و همه شهیدانمان به قیامت. چرا که خوب میدانیم قفل بودن قلب‌های سیاهتان مانع درک حقیقت در این دنیا میشود. آری خواهرم، ناله ها و زجه هایت را شنیدم و با بغضت گریه کردم و در عزایت شریک گشتم. و تو ای پدر نازنین و زحمتکش من، پدر شهیدان احمدی، درد دلت را شنیدم و با اشک خود مهری در پای نامت نشاندم تا در روز قیامت جز گواهانی باشم که آن را شنیده. ناله ها و استغاثه های مملو از درد تو مادر فداکار و دلشکسته را هم شنیدم. وای که چه بر سر شما آوردند! چگونه دلهایتان تاب این همه مصیبت را دارد؟ اما به سهم خیش و از جانب شیعه زادگان موحد ایرانی تسلیتم را اینگونه به حضور شما خانواده محترم احمدی و همه شهدای اخیر اعلام داشته و آن را به پیشگاه الله سبحان نیز عرضه می داریم. بار الها، ای رب شهیدم، تو شاهد باش که با دلی داغدار در عزای برادران اعدام شده اهل سنتمان می گریم. یا شهید و یا شاهد، در پیشگاهت با خانواده شهدای اهل سنت عهد می بندیم که تا آخرین قطره خون خیش در راه مبارزه با شرکیات و بدعتها و دعوت به راه دین خالصت ادامه خواهیم داد. ای احد بی همتا، تو میدانی که اکثریت شیعیان اعلام بیزاری از این قوم سفاک نمودند. آری، خدا میداند که میان ما و آن ددان صفوی هیچ قرابتی وجود ندارد. بار الها، ریشه های این ظلم و ستم را بخشکان و خیر و برکتت را آنچنان که در آخرت از این قوم جانی دریغ فرمودی در دنیا نیز دریغ فرما. رفعت مقام این شهیدان را صدچندان فرما. صبوری را بر دلهای داغدار بازماندگانشان حاکم فرموده و فرصت دیدن انتقام خون آن مظلومان را نصیب اولیاء دم بفرما. یا رب، به برکت خون شهیدان والا مقام دینت و به حرمت عقاید نابی که از آنها دفاع نمودند، گسترش توحید را در این سرزمین همچون سرعت پهن شدن خورشید عالمتاب بر اهل زمین بگردان. انا لله و انا الیه راجعون. جامعه موحدان ایران، تشکلی از شیعیان هدایت یافته کشور. و السلام علیکم.